مقامات روسیه میگویند سال روان در حدود این کشور بیش از 10 میلیون شهروند خارجی ثبت شده است. در این باره والنتینا کازاکووا رهبر ریاست مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه ضمن صحبت با خبرنگاران اطلاع داد. او گفت در سال 2019 شماره شهروندان خارجی نیم میلیون زیاد شده است. به گفته والنتینا کازاکووا تا ینور تعداد مهاجران به 9 میلیون و 700 هزار نفر برابر بود. این مقامدار تاکید نمود که اکثریت مهاجران شهروندان کشورهای مشترک المنافع بوده با هدف کار به روسیه آمدند. او از جمله افزود بیشتر مهاجران نمایندگان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستانند و بیش از نصف آنها در پایتخت روسیه، ولایت مسکو و ولایت رستو و شهر سنت پتربورگ کار و زندگی دارند. این آمار در حال صدا می‌دهد که مهاجران تاجیک پیوسته از شرایط بود و باش در روسیه و هم برخورد ناشایم کارمندان ملیسه شکایت می‌کنند. با آغاز سال نو تفتیش مهاجران از سوی ملیسه‌های روس سخت‌تر شده است. از جمله نواری را که امروز کاربران آزادی ویدیو در اختیار ما گذاشتند، بازداشت چند مهاجر تاجیک را نمایش داده است. کاربران در شرح این نوار به ما گفتند که 6 مهاجر تاجیک در راه برای گرفتن پتنت، بازداشت و زولان به دست به دادگاه انتقال یافتند. آنها را از نزد متروی انینه مسکو دستگیر کردند. این هم در حالی است که به گفته مصاحب رادیوی آزادی دیگر سندهای آنها یگان مشکل نداشت. زمانی که گزارش تهیه می‌شد، مهاجران بازداشت شده منتظر حکم دادگاه بودند.